الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من ختم به النبي وآله وأصحاب الذين هم قرات العيون. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته. پروردگارا، در این روزی که بهترین روز هفته هست، خدای مهربان، ما یک گروه بندگانی هستیم که از گناه و از سهو و از خطا خالی نیستیم. خدایا، به حرمت این روز عظیمت، به حرمت این روز پراجر، گناههای ما را مغفرت بگردان. و خدای مهربان، گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های ما را خدای مهربان شفای کامل نصیبشان بگردان. مسافرهای این جمعیت ما، این جمهوری ما را خدای مهربان صحت و سلامت به خاندانشان پس بگردان. و خدایا، در دل ما بندگانت محبت خودت را، محبت پیغمبرت را، محبت قرآن و اسلامت را جایگیر بگردان. و خدایا، غیرت و جسارت مردم مسلمان را باز هم زیاده بگردان. و خدایا، دین اسلام را بالای همه ادیان غالب و استوار نگه بدار. و دشمنان اسلام پروردگار را ضعیف و نابود بگردان. و خدایا، این جمهوری ما را آرام بگردان، صلح و آسایشتگی را برپا و برقرار نگه بدار. و رئیس جمهوری ما را خدای مهربان عمرش را دراز و توفیقش را رفیق بگردان. و باز محبتش را نسبت مردم این تاجیک زیادتر بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. این مهمان ها را جا کنیم بچه ها. یک گروه مهمان ها هم الحمدلله که از ریان ترسونزاده آمدن، برادرها از حصار آمدن، برادران از دوشنبه آمدن. البته احترام مهمان به همه ما و شما واجب است. خیلی راهی دراز طی میکنند، برای زیارت هر کدام ما و شما می آیند. خدای مهربان این قدم هاشون پرفیض و پربرکات بگرداند و خداوند با صحت و سلامت به خاندانشان برساند و ثواب زیارت خدا در نامه اعمالشان کتابت کند. آمین یا رب العالمین. امروز 8 ماه ربیع الاول است. به همه ما و شما معلوم است که ماه ربیع الاول ماهی هست که در این ماه حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند. خداوند با عصر قسم میخورد: والعصر ان الانسان لفی خسر. بعض مفسران بر این رفتند که این قسم الله به عصر خوردنش به عصر پیغمبر است که زمان پیغمبری خدا به دنیا آمد، یک تبدلات، یک انقلاب دنیا را فرا گرفت که مردم را از تاریکی، از گمراهی به روشنی و به هدایت دلالت کرد. این ماهی هست که هر کدام ما و شما باید خرسند باشیم،
ماهی هست که باید هر کدام ما و شما شکرانه به سوی الله کنیم، زیرا در کتاب صاحب معراج و نبوت حکایه میارد که سویبه غلام ابو لهب بود. ابو لهبی که دشمن سرسخت پیغمبر خدا بود، اگرچند که وی عمک پیغمبر بود. وقتی که آیت آمد و انذر عشیرتک الاقربین، محمد صلی الله علیه و سلم خدا خطاب دارد، از جات خیز، اولین ترس، اولین دعوت را از اولاد خودت سر کن. وقتی حبیب خدا فریاد زد، تمام خویشاوندها را وقتی جمع کرد، به آنها گفت اگر من گویم که از پس این کوه یک گروه ملائکه های هستند که اگر ذره اشاره کنم تمام مردم مکه را نابود میگرداند، باور میکنید یا نه؟ گفتن همگی باور میکنیم، زیرا محمد صلی الله علیه و سلم تو در عمر خود هیچگاه دروغ گفتگی نیستی. گفت مبادای این گونه که باشد، من امروز پیغمبر هستم، من هر کدام شما را از خدا بیم میدهم، ترس میدهم، ترک کنید این بت‌ها و این اله‌هایی که میپرستید، به سوی خدا یگانه برگردید. همین ابو لهب، همین عمک پیغمبر، همین دشمنی سرسخت از جای خود خیز چی گفت؟ تبا لک سائر اليوم لهذا جمعتنا. ای محمد هلاک شوی تو، این روزی دراز ما را جمع کردی برای همین یک سخنی که تو پیغمبر شدی. انا همین دشمنی سرسخت گفت، نازل شد تبت یدا. انا همین دشمنی سرسخت کنیزی داشت به نام سویبه. وقتی میگوید محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، روز دوشنبه بود، در خانه برادر ابو لهب عبدالله پدر پیغمبر. سویبه که کنیز ابو لهب بود در حال آمد و هدیه و خبر داد ای ابو لهب، امروز در خانه برادری تو فرزند تولد شد. ابو لهب از کی بودن محمد و چی شدن محمد درک نداشت. خرسند شد که در خاندان برادر من فرزند تولد شد. در حال این سویبه را از کنیز بودن خود خالی گردان، به خاطر که تو یک خوشخبر برای من آوردی. صاحب معراج نبوت میگوید همین ابو لهب در خواب دیدن، گفتن حال چگونه هست؟ گفت حالی که من دارم هیچ دوزخی مثل من حال ندارد. لیکن همان شب دوشنبه گفت عذاب من کمتر می شود، به خاطر که من از تولد پیغمبر کرده بودم. وقتی که این دشمنی خدا، این دشمنی پیغمبری خدا، عذاب او که کم شود، پس حال ما و شما آدمای موحد و دوستدارهای پیغمبر چند قدر بلند باشد، خودتان قضاوت کنید. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. رواه مسلم. پیغمبر خدا میگوید ایمان شما ای امتان من کامل نیست، ایمان شما مستحکم نیست تا زمانی که اگر مرا از فرزندهاتان، مرا از پدر و مادرتان، مرا از تمام یار و رفیقتان، مرا از تمام آن مالی که دارین دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. زیرا در اصل ما از پیغمبر خدا قرضدار هستیم، زیرا زمان پیغمبر خدا آمد ما و شما را از اخلاق وحشیانه، ما و شما را از راه گمراهی نجات داد و به این روشنی و به این آبادی و به این بندگی الله ما و شما را آورده رسانید.
خدا رحمت کند. حضرت مولوی جنونی میگوید شکست احمد در اینجا صد بت و سنگ. زمان آمد این بت پرستی ها بود، مردم در بیخی بت ها می افتیدن، خدا گفت و عبادت میکردن. شکست احمد در اینجا صد بت و سنگ، گرفت میدان ز خونی منکران رنگ. که تا اومد موحد شد خداگو، ز بتخانه به مسجد کرده اند رو. ما و شما بتخانه ها را ترک کردیم. این مسجدی که امروز درهای گشاده دارد، این جوانهایی که امروز در بهترین صورت نشستند، همه این طفیل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. ما باید دوست داریم، باید از او ما دفاع کنیم. باید که البته آن دینی که حقی که خدا به واسطه محمد به ما و شما رسانید، در همه جا باید حمایتگر باشیم. جان ما را برای قرآن و جان ما را برای اسلام و جان ما را برای محمد هر زمان باید که تسلیم کنیم. حبیب خدا چی میگوید؟ مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنى دارا فاتمها و اکملها الا موضع اللبینه. حبیب خدا مثال آوردن، مثال من گفت و مثال تمام پیغمبرهایی که هست به منزله یک مردی که خانه بنا میکند به منزله همون است. فاتمها و اکملها، یک مردی که خانه را بنا میکند، پر تیار میکند، بهترین نقش و نگار میکند، الا موضع لبینه. حبیب خدا گفت مگر یک غیشت، یک جای غیشت خالی هست، دیگر قصر هیچ جای عیبش ندارد، هیچ کمبودی ندارد. ويجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها لولا موضع اللبینه. پیغمبر خدا گفت بعد مردم میآید این خانه تیار را میدرآیند، اطراف او را نظارت میکنند، افسوس میخورند، لب میگزند از حساب این قدر قصری، میگویند زیبا هست، مگر همین جای غیشتی که خالی هست اگر همین پر میشد دیگر در این قصر هیچ گپی نبود، هیچ کمبودی نداشت. پیغمبر چی گفتند؟ فانا موضع اللبینه جئت فختمت الانبیاء. انا همون موضع خالگی غیشت من هستم، آمدم تا که مکمل گردانم همه پیغمبرها را، تا که زینت دهم همه پیغمبرها را. انا همون موضع خالگی من هستم. انا سید ولد آدم یوم القیامه اول من ینشق عنه القبر. حبیب خدا میگه من سردار فرزندهای آدم هستم در روز قیامت. لا فخر، من به این افتخار نمی کنم، این نعمتی هست که خدا فقط بر من داده است. و اولین قبری که در روز قیامت گشاده می شود قبر کیست؟ حبیب خدا گفتن قبر من است. اولین قبری که در روز قیامت گشاده می شود. بود تا زنده آن حبیبی ودود، بود تا زنده آن حبیبی ودود، در غم عاصیان امت بود. تا زمان حضرت میگوید زنده بود، حیات داشت، تا 63 سال حیات خودش که 23 سال این در دعوت و پیغمبری گذشت، تا زنده آن حبیبی ودود در غم عاصیان امت بود. وقتی رفتن حبیب آزاده امتی 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 گفته جان داده. حضرت زمانی که از دنیا گذشتن دیگر این سختی جانم حس نکردن و سختی جانم تکیم نکردن، فقط چی گفتن؟ امتی 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 گفته جان دادن. روز رستاخیز شود آغاز، آن روز قیامتی که در پیش است، آن روز وقتی میگوید آغاز می شود، روز رستاخیز شود آغاز. امتی امتی گفته خیزد باز. زمان قبرم که کشاده شود از جاش نه پدر نه مادر نه اولاد نه فرزند. امتی امتی، حال امتی من چی باشد؟ حال امت چی باشد؟ حضرت در دوام چی گفتند؟ وقتی رفتن سختی جان دید، گفت ای پروردگار عرشی مجید، سختی جان این چنین باشد
امتانم مطیق این باشد. وقتی حضرت میگوید سختی جان دیدن، چگونه که خود دعا میکردن اللهم اعینی علی سکرات الموت و غمرات الموت. زمانهایی که بیمار بود حبیب خدا دعا میکرد پروردگارا برای کندن جان من، برای این سختی هایی که در جان کندن است، برای حبیبت آسان بگردان. وقتی میگوید همین حالت شد، وقتی که این حالت وزنی که بالاش آمد و پروردگار چی گفت؟ ای پروردگار عرشی مجید، سختی جان این چونین باشد، امتانم مطیق این باشد. من که این سختی جان با این قدر و قیمتی خود که کشیدم، تمام امتی من این سختی جان میکشد. از این خاطر از درگاه تو چی طلب دارم؟ سختی جان امتان من بدهی جمله را به جان من. پروردگارا من از تو فقط طمع دارم، فقط زاره و تولا دارم که هر سختی که در جان من است همیشه پروردگارا از امتی من کنده و در جان من بگذار. این بود غمخواری پیغمبر خدا نسبت هر یک امت. امتی که امروز پروای سنت حبیبش ندارد، امتی که امروز تکیه بر سنتش ندارد، و حضرت باشد تمام عمر به گریه و تمام عمر به زاره به سوی پروردگار که امتی مرا خار نگردان، امتی مرا ذلیل نگردان، امتی مرا در روز قیامت شرمنده نگردان. ای پروردگار چی گفت؟ اذن لا ارضا و واحدا من امتی فی النار. پروردگار گفت با عظمتیت قسم از تو راضی نمیشم تا زمانی که یک امتم در آتش دوزخ باشد. من از تو راضی نمیشم، از تو راضی نمیشم. نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چنین دستگیر. حضرت سعدی بیهوده هم نگفته نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چنین دستگیر. نماند به عصیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. الحمدلله پروردگارا به سوی هزارها شکر میکنیم که ما را چنین پیشوا دادی، چنین معلمی با غیرت دادی. خدایا غیرتی او را، جسارتی او را در دل همه ما امتان جایگیر بگردان. آمین یا رب العالمین. انشاءالله ما خدا خواسته باشد در باب این محبت پیغمبری خدا، در باب عاشق بودن بر محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله یک روز اعلان میکنیم، صحبت ها میکنیم. من برای شما فقط یک عشق مالک ابن انس گویم که صاحب مذهب بودن. حضرت مالک ابن انس میگوید در مدینه منوره حیات به سر میبردن، صاحب مذهب است مثل مذهب ما و شما ابو حنیفه رحمت الله علیه. میگوید هیچگاه از مدینه بیرون سفر نمیکرد. گفتن چرا از بیرون از مدینه نمیبرایی؟ میگفت میترسم که اگر بیرون مدینه روم شاید که خداوند جان مرا بیرون از مدینه گیرد، من از پهلوی پیغمبری خدا محروم شوم، از شهر پیغمبری خدا محروم شوم. برای همین تا مردن برای من سفر کردن حرام است. گفتن این عشق بینید، این عاشقی را بینید. حضرت در کوچه های مدینه میگوید قدمهاش میگذاشت و در هر یک قدمش چی به خیالش میآمد که شاید که همینجا قدم پیغمبر باشد و پاش میگوید بالای همون قدم میگذاشت. میگوید قسم به خدا، میگوید امام مالک ابن انس، هر شب پیغمبر خدا را در خواب میدیدم، هر شب. چگونه عاشقها بودند. ای الله. سوال ها را انشاءالله من جواب میگویم و بعدا خدا خواسته باشد جمعه آینده در باب خیر و احسان و فضیلتش. زیرا بعضی بیچاره های کرفهم، بعضی بیچاره های حسد و حاسدان و بخیل ها، بیچاره هر گونه آوازه ها و دروازه ها تا کجاهای برده رسانیدن گویا که حاجی میرزا زیدی صدقه باشد، گویا حاجی میرزا صدقه را من میکردگی باشد، دیگر نمیابن، کمبودی نیست، باید که یک کمبودی یافتن در کار. چگونه من مقابل قرآن سخن میگویم، چگونه من مقابل احادیث پیغمبری خدا سخن میگویم، زمانی که پیغمبری خدا میگوید
والذی نفس محمد بیده ما نقص مال عبد بالصدقه. قسم به الله میگوید پیغمبر خدا که اگر امت من در راه الله صدقه کند مال او کم نمی شود. همون بیچاره هایی که حسد دارن به خدا قسم متن یک حدیث از یاد نمی دانند، متن یک حدیث از یاد نمی دانند. از حدیث هم دورن بیچاره ها، از علم هم دورن بیچاره ها. فقط یک حسد و بخل و کینه و در دلشان جا کردن، قریب که از دین میبرایند از حساب حسدشان درک ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم. این برادر الحال ما را سوال کردند، من سوال های تعجیلی بوده است. محترم داملا، دختری بیراهگردی را خواستم به زنی بگیرم و او را از این راه باز دارم، ولی با این آیت قرآنی واخوردم که مرا در اندیشه واگذار. مردی زیناکار و مشرک نکاح نمی کند مگر زنی زیناکار و مشرک را، که این کار بر مؤمنان حرام کرده شده است. این آیت برادر عزیز از آیت سوم سوره نور است که خداوند در این آیت البته آشکارا واضح گفتگی هست که مردی زیناکار زنی زیناکار را گیرد، مردی مشرک زنی مشرکه را گیرد. لیکن این آیت را آیت 32 همین نور باز منسوخ کردگی هست. برای همین شما می توانید که به آیت 32 همین چیکار کنید؟ نظارت کنید. انا آیت 32 آیت این 3 نور را بیکار کردگی هست. حتی از این خاطر نزد احناف، نزد حضرت ابو حنیفه، حتی عباره ها هم است که و حبلا من زنا ولا تطاع حتی تضع. یعنی اگر یک زنی که از زنا هم حامله دار شده باشد، ابو حنیفه روایتش نزد مذهبش از زنا هم که حامله دار شده باشد و یا نکاح کردن درست است. فقط چیکار نمیکند؟ فقط با او خانه‌داری نمیکند تا زمانی که این زنا، این ولد زنا را تولد نکند. از این خاطر یعنی جایز است که اگر یگان زن زناکارم که شما اگر یک زن بیراه را اگر شما به زنی گیرین تربیه کنین ان شاء الله این شما ثواب میگیرین. یا اگر جوانی که بینکاح با یک دختر گشتن، خب دختر را حامله دار کردن، انا این جوان میتواند که همین زنی که با او گشتن بینکاح حامله دارش کرده است و هم نکاح کند گیرد، جایز میشود. لیکن برای اینه که نسبش معلوم است الکه، یعنی همون حامل از همین بچه است، معلوم است این میتواند که تا زاییدن همون کودک با این زن چیکار کند؟ خانه‌داری کردن گیرد. لیکن این فرزند ولد زنا داشت، ولد زنا حکم کرده میشه، زیرا که در بین اینها نکاح وجود نداشت. داملای شیرین سخن، این برادرش از ناحیه واسه بوده است. فیته های مگنیتوفانی که در آنها سرودهای سرایندگان ثبت شده است، در نظر دارم اودیو مگنیتوفون را، و همچنین فیته های ثبت شده کلام الله با تفسیرش، امر معروف، از جمله با صدای شما را می فروشم. کاری خوب میکنم یا بد؟ من برای همه شما برادرای عزیز تا امروز الحمدلله که از آیت قرآن بیرون نشدم، تا امروز از احادیث های صحیح پیغمبر خدا بیرون نشدم. باز میگویم خداوند در قرآن در سوره مؤمنون میگوید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند چی میگوید؟ به تحقیق نجات یافت کدام مؤمن، کدام مسلمان نجات یافت؟ همان مسلمان هایی که در نمازشان خاشع هستند، در نمازشان ترسننده هستند، نماز از برای الله میخوانند، نماز آهسته میخوانند، نماز با رکوع و با سجده های ملایم میخوانند. اینها گفت نجات یافتگی هستند. زیرا من دیروز در یک معرکه بودم، فرخار،
اونجا ما را سوال کردند که همین نمازی که تیز خوانده می شود آیا در همین یگان وعید است، یگان خبری در قرآن آمده است؟ انا در زیر علمین تفسیر آیت قرآن مفسران میگویند که نماز باید که خاشعانه باشد، نماز باید که با ترس باشد، نماز باید آهسته باشد. زیرا من برای شما حدیث ابو سعید خدری را گفته بودم، خود صحبت وی است، این صحابه پیغمبر است. وقتی از یک نفر پرسید، نگاه کرد که بسیار نماز تیز میخواند، رکوعهای تیز دارد، سجده های تیز دارد، حضرت ناراحت شدن صحابه پیغمبر، زیرا وی نماز پیغمبر با چشم دیدگی بود. فریاد زد گفت کم تصلی هذه الصلات. برادر عزیز گفت این نمازی که الحال خواندی چند سال شد خوانده ای ساده ای؟ منذ 40 سنه. گفت ای ابو سعید 40 سال شد که این گونه نمازی تیز میخوانم. حضرت چی گفتند؟ مثل ما ترسیدن یا مثل ما رعایه کردن؟ نه، اونها رعایه نمی کردن، اونها نمی ترسیدن، اونها هم تا آشکارا می گفتن. گفتن ای جوان ما صلیت منذ 40 سنه. گفتن قسم به الله، گفتن تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه و سلم، اگر تو با همین نمازت از دنیا میگذشتی حتی تی در دین محمدی نبودی. این سخن ابو سعید خدری است. در دوامش چی گفتند؟ خداوند باز کدام مؤمن ها نجات می‌یابد؟ والذین هم عن اللغو معرضون. آن مؤمن هایی که از شنیدن سخنهای لغو، سخنهای بیهوده پناه طلب کردند، اینها در نزد خدا نجات می‌یابند. اگر همون سراینده‌ای که سخنهای بی معنی دارد، شعرهای دارد که از تربیه بیرون است، اخلاق جوانها را ویران میکند، این گونه سرودها را گوش کردن ما و شما سبب نجات ما و شما نیست. زیرا که این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. خداوند در قرآن میگوید یقین دانین چشمهاتان، گوشهاتان، دستهاتان، پایهای شما در روز قیامت از حیات شما نزد من اخبار میدهند. در کدام راه سر شدن اخبار میدهند. شما خودتون خلاصه شو برارید. دیروز ما در یک معرکه بودیم، بسیار یک صحبت عجیب شد و حتی یک برادر خیلی قیمتی ما عجایب یک سخنی گفتند در همون سرودهای بی‌معنیی که بعضی سراینده ها می سرایند تماشا کنین. گفتن همون معرکه در فقط زنک میماند و کودک، دیگر هیچ کس نمیماند. موی سفیدای عاقل هیچ کس نمیبینی، آدمای اهل خیرت در اون معرکه نمیبینی. شما میره مشاهده کردی خودتان. در مغازه‌ای که سودا میکنم، اینش از خاولین بوده است، چپته های بردناک و بی برد تشکیل کردند و میفروشم، یعنی سپرینت. این کاری من به قمار وابستگی دارد یا نه؟ اگر گناهکار شده باشم چیکار کنم؟ اعوذ بالله. عزیز الله، این برادر عزیز الله نام داشته است. یعنی سپرینت، اینا را از روی نقطه نظر اسلام هر چیزی که برد و باخت داشته باشد وای به قمار آمیخته است، وای از حساب قمار حساب کرده می شود. یعنی به قمار البته به البته وابستگی دارد و خداوند در قرآن هم همه ما و شما را از خوردن عرق، از قماربازی، آیتی که من در باب عرق برای شما صحبت کرده بودم، از قماربازی، از عرق نوشی، از بت پرستی، از فالبینی که اینها را پروردگار در قرآن حرام گفت، پلید گفت و ما و شما را گفت اگر از اینها دوری جوید نجات میابید. اینم از همون جمله چی هست؟ جمله قمار هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای محترم، کودک میده را 4-5 ساله را گفتن بسم الله را و سوره را یاد دهی اوبال است. میگویند که اوبال است چون که به عقل هست، یا پسر یا دختر. نه، بلکه امروز الحمدلله 5 ساله بچه حافظ قرآن است، 5 ساله دختر امروز حافظ قرآن است. اینا را هر کدام شما، پیغمبر خدا چی گفتن؟ اولین کلمه که به زبان کودک باید رانده شود این چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله است.
اینا باید امروز ما و شما بی نهایت دور شدیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم فقط ملاها را غیبت میکنیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم غیبت همسایه ها را میکنیم. یک توده فرزند داری، 9-10 فرزند. تصور کن که تو 9 تا بلا به سر خود آوردگی هستی اگر از عهده اینها نبرایی، اگر اینها را تو تربیه کرده نتوانی. اینها را نزد دسترخوان که نشستین، فرزندهای چی دخترتان باشد چی بچه هاتان باشد، نصیحتشان کنید. همین از رحمتی پدرم در آوان خوردیم از یاد کرده بودم. یعنی آن سوره های را که شما در خوردی از یاد میکنید وای در سر شما نقش میبندد، مثل نقشی در سنگ است، وای هیچگاه گم نمیشود. این سوره هایی که شما در سین و سال بلند الکی از یاد میکنید، این از یاد شما در آب میرود. از این خاطر کودکان را در همون خوردی تعلیم دهید، به اسلام نزدیک کنید، با محمد صلی الله علیه و سلم شناس کنید. این ماه مولود است. در لب دسترخوان که نشستی بچم میدانی که همین ماه محمد تولد شدن صلی الله علیه و سلم است. محمد پدرش عبدالله نام داشت، مادرش آمینه نام داشت، فلان قزن داشت، 6 تا فرزند داشت، فرزنداش اینا بود. آمدن محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا از این وظیفه ها عبارت بود. گفته اینا را به فرزندان تعلیم دهید. این اوبال نیست. ولی بعضی برادرها میگویند که اگر فرزند خرد در پهلوی تو آمدن نماز خواند در خانه، اینم گناه هست. گفتگی اینم گناه نیست. برای چی پیغمبر خدا گفتن نمازهای سنت در خانه خوانید؟ برای چی گفتن نافله هاتون در خانه ها خوانید؟ یک حکمت همین است که کودک تو وقتی 2 ساله است، 3 ساله است، 4 ساله است، همون خم و راست شوی تو را وقتی که میبیند آمده در پهلوی تو چیکار میکند؟ و هم عادت میکند و هم خم و راست میشود. از پدرش شاید که پرسد، شاید خدا در ذهن همون کودک در آورد و از پدرش پرسد پدر چرا تو خم میشوی؟ چرا تو سجده میکنی؟ پدر چی میگه؟ آخی الله وجود دارد، ما بنده خدا هستیم، ما باید خدا را عبادت کنیم. به فرزندی من تو هم فردا کلان که شدی همچنان خدا را عبادت کن. این وظیفه های هر یک پدر و مادر است. السلام علیکم واعظی راه خدا محترم حاجی میرزا، از شما یک سوال دارم، التماس حقیقتش را به ما فهمانید. سوال چنین است: ملا امام مسجد محله ما چنان فتوا داده است که اگر مرد با دختر عاشق شود، اگر رازگی این هر دو و والدینشان باشد، با شاهد 2 شخص به نکاح می توانند که خانه‌داری کنند. جوابش را انتظاریم. در آخر در حق ما جوانان دعا کنید که خداوند ما را به راه راست هدایت کند. برای ما خلق نادان و ساده تو کردی بازار علم را کشاده، بکردی ما را امروز مست و مدهوش در راه عشق الله همچون باده. خدا نگهبانتان باد. یعنی این برادر عزیز، هر یک ملایی که برای شما چی فتوایی که میدهد، امروز الحمدلله پیشرفت علم بینین. از ملاهاتان پرسین از کجا تو همین صحبت کردی؟ همین فتوایی که بر من دادی دلیل دارد یا ندارد؟ دارد دلیل. از بابا چنیدی؟ من بابای تو را قبول ندارم. ای محمد چنیدی؟ فتوات از خودت، فتوات از امون محمد. امروز الحمدلله قرآن است، امروز احادیث های پیغمبر است، امروز داملاهای زنده هست. از اونها میپرسم، حقیقتش میپرسم. از این خاطر هر یک مسئله که برای شما میبراید، شما خودتان امروز عالم ها را میشناسین. کی از عالم؟ اونها را مراجعت کنید. از این خاطر رازگی پدر و مادرم شرط است. اگر چندی که خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را در نبودن پدر و مادرم نکاح را صحیح گفتند، لیکن بعضی از شاگردهای او با باطل بودن این نکاح هم فتوا دادگی هستند. از این خاطر حضور پدر و مادر این فیض نکاح را نشان میدهد. حضور خیش و تبارش این با برکات بودن نکاح را نشان میدهد. وقتی پدر و مادر دست میبردارد و
برای بخت سفید دخترش دعا میکند، میدانید این چند قیمت دارد. از این خاطر پدر و مادر راضی باشند، دختر و این جوان هر دو راضی باشند، باز دو شاهدی دیگر وجود داشته باشد، این حالت در داملا در همونجا حضور دارد و اینجا چیکار میکند؟ پیشنهاد میکند به این دختر برای تسلیم کردن نفسش و به این جوان پیشنهاد میکند برای قبول کردن این نفس تسلیم کرده این دختر. این حالت در چی میشود؟ نکاح آنها صحیح میشود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یعقوب ساکن دهه لواوی ناحیه کولاب در شهر دوشنبه در بازار کاروان و تجارت مشغول هستم. از شما خواهش دارم که یک دادرم در زاهدان ایران تحصیل میکند، طالب علم هستند و مادر دارم که مریض هستند. التماس در حق آنها و اهل عائله ما دعای خیر کنید، خداوند شما را نگهبان باشد. خدای مهربان این مادر که این برادر دیروز یک صدقه هم آوردگی بودند، خدای مهربان این مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و این جوانی که تحصیل علم دارد، خدا علم لدون، ذهن ذکی، علم نافع، علمی که برای فایده اسلام باشد، خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، خدا را هزارها حمد و ستایش میکنم که از چندین کارهای ناروا باز ایستاده ام. اول و آخر فضل خداست، بعداً صحبتهای شیرین و دلچسب شماست. من تاجرم در سلطان کبیر، با 2 سوال مراجعت کردنیم و با شما اخلاص زیاد دارم. اگر تمام عالمهای تاجیکستان فتوا دهند، من از آنچه شما میگوید او را قبول دارم، از حساب اخلاصی به شمارم. داملای عزیز، در باب فضیلت طهارت چیزی میگفتی؟ البته در باب فضیلت طهارت خیلی حدیث های زیاد از پیغمبر خدا وارد شده است. در یک حدیث پیغمبر خدا میگوید من توضأ فاحسن الوضوء خرج خطایاه من جسده حتی من تحت اظفاره. هر وقتایی که امتان من طهارت میکنند، از تمام جسد او آن خطاهایی که کردن همش میریزند، مثل آبی که ریخته میشود، حتی که از زیر ناخنهاشان همان خطاهایی که کردن همش میریزند. اینم از طهارت است. ان امتی یدعون، خدا گفت در روز قیامت امتان من خوانده میشوند. وقتی امتان من دعوت کرده میشوند، آنها غرن محجلین، آن موضع هایی که طهارت کردند آنها جلا میدهند، آنها روشنی میکنند، مثل طلا چگونه که روشنی میدهد، چشم انسان خیره میکند، انا همین بندهای دست ما و شما، چهره های ما و شما، پیشانی و پای های ما و شما روشنی میکرده است. پیغمبر خدا میشناخت است که همین از امتی من است، من آثار الوضوء. پیغمبر خدا گفت این جلا، این روشنی از کجا پیدا شد؟ این از تأثیر همون آب طهارت است. از این خاطر پیوسته با طهارت بودن، بعضی عزیزان ما و شما گفتن این نشانه کلمه شهادت گفتن است. یعنی اگر ما و شما با طهارت باشیم، مبادا که یکی ناگهان اجل به سر ما و شما آمد، در نزد خدا ما و شما در نفرهای نویسانده می شویم که همچنان کلمه شهادتش گفتگی هست. این درجاتی هست که برای آدمانی که صاحب طهارت هستند. حتی یک حدیثی هست، در صحیح بودنش خدا داناست، زیرا که من روایت چه نیافتم، میگوید من نام علی الوضوء کان صلاته. هر وقتایی که اگر یک انسان با طهارت خواب کرد، میگوید نفسه تسبیح، نفسش تسبیح است. فراشه مسجد، همون جایگاه خوابه که 5 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت خواب میکند،
در نزد خداوند نویسانده می شود که همین بنده در مسجد نشسته است، فراشه مسجد، نومه الصلات. چند ساعتی که خواب میکنی، ممکن 7 ساعت خواب کنی، در نزد خدا نویسانده می شود که همین انسان 7 ساعت به سوی پروردگار نماز خواند. کسی که اگر با طهارت خواب میکند. خوش به حال همون برادرایی که پیوسته با طهارت هستند. این طهارت کردن خاصه نماز نیست، شما دائم میتوانید که با طهارت باشید. هر شب پیش از خواب کردنتان حتمی طهارت کنید، خواب کنید. حتی همین فضل طهارت شما را از آسیب جن هم خدا نگاه می‌دارد. از هر از ضررهایی که به سر شما می آمدگی باشد، همین فضیلت طهارت شما را چیکار میکند؟ نگاه می‌دارد. دوم سوال کردن داملای عزیز، من از شما شنیدم که اگر بالای کرپچه نماز خوانید درست است، ولی از بعضی ملاها شنیدم که باز میگن نادرست است. در تحیر ماندم. من پیش گفتم هر یک دامه که یک فتوا را که داد حجت چه پرسین، گویم برای چی بالای کرپچه نادرست است نماز خواندن؟ چرا؟ سببش در چیست؟ سوال داشته است. برای همین مادام من برای شما میگویم بالای کرپچه درست است، نماز تا نخوانین، فقط همین جایی که سجده میکنین سخت باشد، انا همینش خوبتر و بهتر است. و بالای کرپچه هر چی ملایم هم که باشد خواندن گیرین، نماز شما را خدا قبول میکند. مخورسایی فریب فضل عمامه زاهی، خدا رحمت کند محمد صاحب ایرانی را که یک کلیاتش در نزد من است. او چی میگوید؟ وایم بیچاره از دسته همین بعضی ملاهای سلا کلانه چیکار کردم؟ خیلی مانده شدن، دیدن که فقط سله دارد کله ندارد. و چی گفتن؟ گفتن مخور صاحب فریب فضل زاهد، همون فضل همون سله کته بدنی او دا گفتن فریب نخو که در گنبد زی به مغزی صدا بسیار میپیچد. همون گنبد نگاه که گفت هیچی مغز نداره، ها بگو 10 بار ها 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 از داخلش آواز آمدن میگیرد. اون کله اونها گفت مثل همون گنبد است. گفت از خدا ترسیدن در کار. من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر خدا میگه کسی به علم فتوا میدهد ضرر فتوا در گردنش است. اینقدر خودت گناهگار هستی، اینقدر سهو داری، باز اینقدر گناه مردم گردن خود بار کردن چه حاجت است؟ السلام علیکم بابای حاجی، ما یک گروه از شهر دوشنبه از دهه موینکه مخلص شما، از شما خواهش داریم به مسجد ما تشریف آورید و در آخر در حق ما دعای خیر کنید. خدای مهربان دهه شما را پر فیض و پر برکات کند و باز اخلاص شما را نسبت اسلام و نسبت قرآن زیادتر بگرداند و خداوند شما را از همه آسیب های دنیوی و اخروی نجات دهد. آمین یا رب العالمین. من ندانم این موینکش در کجایی که مسجد شما رو، برای همین که خیر خداوند نصیب کرده باشد و اگر یافتیم و یکی شرایط هامان کشید انشاءالله خیر زنده و سلامت باشه میاییم. آیا درست است که السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، آیا درست است که زن در خانه تنها باشد و مهمانی که به خانه آید و زن عقلا برای جواب دادن مهمانان در را نگشاید و از پس در جواب گرداند و از هدیه های آورده مهمان را نگیرد؟ یعنی وقتی که اگر مهمان خانه کدام از ما و شما می آید، اگر مرد در اون خانه، گفته بودم که برادرای عزیز در خانه که مرد نیست، و این حدیث پیغمبر خدا بود که وقتی تو تنها اون خانه می روی با این زنی خاندار سیوم شما شیطان می شود. از این خاطر بهترین صورت شمین است که شما در این خیل خانه ها ندرایید، زیرا اگر هرچی شما حلال پاکیزه هم که باشین، امروز دشمن های وجود دارد که شما را تهمت کنند، شما را در هر گونه تهمت ها پایبندتان کنند. از این خاطر همین زن خاندار می تواند که گوید که مرده که من وجود ندارد، یا مرده که من بازار رفته است، یا مرده که من مثال فلان جا رفته است.
اگر هدیه هاشا که باقی مان میلش گیرد هدیه هاشا، هدیه های باقی ندارد. فقط از او، از سلام کردن با او، از قبول کردن او این زن حقوق ندارد. ولی بعضی ما و شما خیلی فکر میکنیم که اکنون بسیار کاری خوب میکنیم. بعد زنهامون چی میگد؟ خیلی مردک نیست خانش هست کو آخی، بیا نیست مردک بیا خانش هست. اینا را ما و شما باید که قبول نداشته باشیم، علل خصوص در همین جمعیت حاضره. اگر چنده که در این باب من با فتواهای دیگر هم داده میتوانم از حدیث های پیغمبر، لیکن این زمانه در فتوا داده نمیتونیم، زیرا اکثریت مردم افلاس شدگی هستند، اکثریت مردم خطرناک شدگی هستند. حالا که این برنامه های تلویزیونی پورنوگرافی را نگاه کردگی هستند، امروز چشم های اینها باور کنید همه ویران شدگی هست. خانت مهمانی میاریش با همراهی خود هم باشد میترسی از بعضیش که یا زن ما تماشا میکنه یا دختر ما تماشا میکنه. بسیار خطرناک است امروز. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، از شما احترام خواهش می نمایم که با این سوال من جواب دهید. من چندین بارها پدرم را غیبت کردم. امروز که پشیمان شدم میخواهم به درگاه خداوند توبه کنم، ولی از پدرم بخشش پرسیدن نمیتوانم. میترسم که خشم و غضب و نفرت پدرم نسبت به من زیاد گردد. آیا توبه کرده و به درگاه خدا از این اعمال زشت کافی هست؟ کافی هست. اگر امروز تر خداوند این عقل فراست داده باشد که این پدر توست و این غیبت کردن تو برای تو حرام است، نادرست است، امروز هم که خدا تر بیدار کرده باشد خوش به حالت. همین روز هم به سوی خداوند توبه کن، خداوند توبه تو را میبخشد. پیش پدرت غیبت هاتم خبر ندی، فقط به سوی خدا توبه صادقانه کن و از این روز اعتبارا همون خدمت پدر تکن و دعاشا بگیر. ان شاء الله خداوند تو را همه گناهات عفو میکند. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. حبیب خدا میگوید اگر خواهین ای جوانهایی که امروز صاحب فرزند هستین، اگر خواهین که فرزندهاتان فردا برای شما خدمتگار شوند، امروز پدر و مادر را خدمت کن، فردا تو این نیکی را از فرزندهات میبینی. دوم، فاسق کی را میگویند؟ با احترام یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه. فاسق یک آدم بد اخلاق، یک آدم بد کردار، یک آدمی که بسیار نادرست رفتارها میکند، زبانی درشت دارد، این فاسق میگویند. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. داملای محترم، من 4.5 سال پیش در زندگی من واقعی روی داد. با من بسیار فشارها دادند. من در این فشار دیگر ندانستم چی گفتنم. ندانستم. من یکی از دهانم کلمه 3 طلاق برآمد. یک بچه شاگرد داملا واحد از قمسنگیر وی مسئله چی، ما در یک خانه مهمان شدیم، شاگرد همان داملا واحد در همان خانه درباره 3 طلاقه گپ زده گفت اگر که به ما استادمان گفت که اگر در قاضیات اجازت دهند نکاح درست می شود. داملا حاجی میرزا همین راست است یا نه؟ به ما درستش را فهمانید. من 5-6 ماه پیش رفته در همان مدرسه از حال خودم نقل کردم. در آنجا ما را اجازت دادند. من نکاح کردم، اما من هیچ وقت خودم را نقض حس نمی کنم. پیش زنم نمی روم، نمیدانم چی کار کنم. داملا به من نقض فهمانید. این خطا نویسنده است، اینا را من درست کردم. یه حرفایی را خوانده نمیشود. این برادر شما در علم دنیا خیلی ذوق داشته باشیم، علم دنیا را از خود کنیم، نویساندن خوب یاد گیریم، خواندن خوب یاد گیریم. همه فنها دا باید ما تیار باشیم. علم دنیا هم علم چی است؟ علم خدا هست. مادامی که مفتیات که فتوا داده باشد اونا دستخط می نویسند، مهر می زنند، در اساس همون واقعه تو کرده، صحبت تو کرده، در همون اساس اونا فتوا می دهند. اگر فتوای به نکاح کردن داده باشد تو می توانی نکاح کردن گیری،
و از دلت همه شک و شبهه را دور کن و زندگی تا خوب گذراندن بگیر. زیرا این انسانی که تو را فتوا داده است، در همون فتوای دادگیش وای گناهکار است، زندگی تو برای تو حلال میگردد. داملای محترم، اگر علاجش باشد با سوال ما جواب گردانید. در وقت خدمت عسکری نمازهای وقتی را قضا کردم، با همین روشنی می انداختید. یعنی در حالت عسکری کدام شما اگر نماز قضا کرده باشید، می توانید که همون نمازهای قضاتون آمده، همون 2 سالی که اگر باشد، همون 2 سال نماز قضا گفته نیت کرده، همون 2 رکعت فرض است، 4 رکعت فرض است، چگونه ای که الحال میخونیم هم تا خوانده رفتن گیرید. بین نماز عصر و شام نانشته کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر نماز عصر تا خواندگی باشد، بین عصر و شام طعام میخورین، آب میخورین، همه این جایز است. این سخنهایی که اگر ما و شما بین عصر و شام اگر طعام نخوری و اگر شراب یکی مابادا یگان شاکید میارن ننوش که مثال فرزندی تو را از آب دروغ هستند، اینا هیچ اصلی ندارن. خوردن بگیر شود. یک حالت شمین است که در پیش طعام است و وقتی نماز است، اول طعام بخور بعد نماز بخوان میگن. بین نماز سنت و فرض هر خیله گپ گفتن ممکن است یا نه؟ این ترک سنت می شود. اگر شما نماز سنت که خواندین، تا نماز فرض می توانین که با ذکر الله مشغول شوید، تسبیح گردانین، اینش بهتر، اینش به سنت قریب است. اگر مبادایی که یگان گپی بیهوده هم که گفتید، این سنت شما را بیکاره نمی کند. زیرا صاحب فتوای خلاصه هم میگوید که من برای باطل بودن سنت کسی که از پسش گپ زدگی باشد فتوا نمیدهم، زیرا یگان دلیل ندارم. لیکن بهترش صاحب فتوای خلاصه هم میگوید این است که تا ادا کردن فرض، بین سنت و فرض فقط تسبیح گوید، ذکر کنید، گپ های بیهوده در مشغول نشوید. جوابنامه برای مرده ضرور است یا نه؟ ضرور نیست. جوابنامه گفتگی چیز وجود ندارد. ولی در قبرها جوابنامه می نویساندن، امروزا شکر که همش گم شد، نابود شد. جوابنامه را کی میخواند؟ یک آدم جاهل شما بردین گراندین. مثلا من می نویسم به عربی لا اله الا الله محمد، در عمرش کلمه عربی را دیدگی نیست و از کجا را خوانده میتونه؟ اگر در همون داخل اگر شما قرآن اگر آویزان کنید این آدم گناهکار باشد و در نزد خدا جزا میگیرد، این جوابنامه شما هیچ کاری ندارد. جوابنامه ها نیست. اگر چی خدا رحمت کند صاحب صلات مسعودی سخن گفتگی از من خواندگی بدون، لیکن اینا دلیل ندارند. جوابنامه را انسان خودش جواب میگه. حتی اون منکر و نکیر که از او پرسان کرد خدای تو کیست، پیغمبری تو کیست، دینی تو چیست، او خودش جواب میگه. این کاغذ گرفته و خوانده نمیگیره. اصل ندارد. اینا بی نهایت باور کنین یک سخنهای پوچی به معنی هستند. موافق شریعت ختم خوجه برای مرده اجازت است یا نه؟ موافق شریعت ختم خوجه است، ختم دیگرش است. این نه به آیت است نه به حدیث. مگر که ما و شما مثال امروزا ختم میکنیم، این ختم خوجهش باز چند بار گفتم، باز میگم که همین خدا رحمتش کند، این محله ما و شما را، همه این محله ما را میدوند. بابای ملا شریف استاد ما بود که همه شما میشناسینش. همون حضرت داملای بخارایی بود، همون اجازت نمیداد که ختم خوجه کنین. میگو بهترینش همین است که یک قرآن خوان آورین، یک بچه‌ای که قرآن گذرانیدگی باشد، آورده یک سوره تبارک خواند، ثوابش به همون مرده بخشین. این بهترین صورتش است. برای همین باز گفتم که همون ببینید ختم خوجه میکنیم چند قد گناهگار میشین، در همون چقدر گناهگار میشین. من چند بار در ختمای خوجه در دیگر محله ها اشتراک کردم. این محله ما در ختم خوجه نیست الحمدلله. رفتیم اشتراک کردیم، همون سنگایی که میگردونن اخیر در همون را بوسه کده در دیده هاشون میمالن. گناهگار میشوی. فقط بوسه کردن سنگی که در خانه کعبه هست. حضرت عمر وقتی وی بوسه کرد چی گفت بسوی او؟ قسم به خدا گفت ای سنگ، گفت من دیدم که محمد تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمی کردم، زیرا از تو هیچ فایده نیست، از تو هیچ منفعتی نیست.
مگر که من محمد را دیدم صلی الله علیه و سلم را که تو را بوسه میکرد، از این خاطر پیرو پیغمبر شدم و تو را بوسه میدهم. از این خاطر اینا را بوسه کردن جایز نیست. دیده ها مانده میمالیم با همون سنگایی که گویم از میکروب خالی نیستن، هم بود کردیم دستمون در درون طبق میاندازیم. اگر در پیشمان طبق باشد، دسترخوان باشد، باور که تمام خیال ما به دسترخوان از پروای ختم هم نداریم. و همون ختمگرایی که میکنن، شما اینا برای تجربه، من تحقیر نمیکنم، که زمانا سوره علم نشر را گذرانن، کنی همون علم نشری که 79 بار باید علم نشر بخوان، باور که همون ملاش درست خواندن نمیتونه. یگان مسئله مثال تفریقی و یگان مسئله مثال فتنه انگیزه برداریم، خودتان برای یک امتحان پرسان کنید. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من از شما خواهش میکنم که شما با سوالهای من جوابی درست را دهید. یکم نماز بامداد کی قضا میشود؟ کی که افتا برآمد، افتا که کی که همین برآمدنش که شد الله که چی میشود؟ نماز بامداد قضا میشود. نماز بامداد تا برآمدن آفتاب درست میشود نمازش خوند نماز شد. در وقت نماز در 10 ساعت یا اینکه چله باشد نماز مکروه میشود. نه اگر چله نقرگی باشد یا ساعت‌های مثل ساعت‌های نمی ما و شما باشد باکی ندارد، لیکن اگر چله طلا باشد، ساعت طلا باشد، این حالت نماز تو مکروه می شود. بابای داملا حاجی میرزا، سوال آخران ایمان چنین است: همین نمازی که ما میخوانیم تیز خواندنش ثواب است یا اینکه آهسته خواندنش ثواب است؟ بسیار بسیار است یا نه؟ با احترام یکی از مخلصان شما انوشیروان، من برای نماز تیز خواندن در اول همین جمعه گفتم، همون الله که خودش بسنده هست، تیز و آهسته‌اش از روی همون آیت خطان خلاصش برارین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، با سوال من جواب دهید. من یک پسر 20 ساله هستم، نمازخوان و قرآن خوان هستم. من یک دختری مسلمان را نغز میبینم و دل دادم، التماس جوابش را گردانید، در حق ما دعا دهید. برای همه عاشقا همین عشق لیلی و مجنون درس است خودش، همون عشق لیلی و مجنون خانه خودش درس است. عاشقی خودش جایز نیست در اسلام، عاشقی از اسلام نیست. شما فقط می توانید کدام دختری را که دوست می دارین، شما می توانید که رفته از او مثال یک تماشا کنین، چهره او حکایه میکنه که من یک دختر در عاشق شدم، یعنی دوست داشتم، میگه برای من این قدر اجازت شد که فقط باید تو میتوانی که یک نظارت کنی، یک نگاه کنی. من از پسی درخت میرفتم، می ایستادم و راهگردی او را و چهره او را تماشا میکردم. صحابه پیغمبر این چنین میگویند. یک صحابه دیگر که ابو هریره روایت میکند، میگه پیش پیغمبر آمد، گفت من فلان دختر انصاری را میگیرم، یعنی از همون مردم مدینه را. پیغمبر خدا گفت رو با وی صحبت کن، زیرا که چشمهای دخترهای مدینه یک چیزی دارد که به تو معقول میشود یا نمیشود. یعنی شاید در چشمهای همون دخترهای مدینه یگان خالی بوده است یا یگان کمبودی وجود داشته است. پیغمبر خدا این جوان گفتن اول دیده و بعد چیکار کن؟ به نکاح درآر. برای همین شما می توانید که رفته او را، یعنی در جای خلوت و در شب دعوت نی، می توانید مثال به خانه‌اش روین، در حضور همون پدر و مادرش چهرهش ببینید، خب با او مصلحت کنین، این در اسلام برای شما رخصت میدهد. لیکن با او عشق ورزی کنی و با او دست درازی کنی و با او مثال در شهر سیل و سیاحت کنید، این در اسلام برای شما رخصت نمیدهد. زیرا اون دختر تو میگیری نمیگیری و شرمنده میکنی. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، با ما فهمانید که زن از آن قامت گفته نماز میخواند، پیشکی می نداریم. نه، زن نه نماز نه از آن دارد نه قامت دارد. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما میخواهیم که با همین سوال ما جواب گردانید. در خانه ما خاری بود که من او را کندم، مرا جنگ کردند، چی گفتنی دارید در این باب؟ بسیار خوب کردید. اگر تمام دنیا ملامت تان کند، همون خارها را کنیم پرتوید. اگر پدر و مادر از شما ناراضی هم که شود، همون خارها و نلهایی که نزد دروازه هاتان گذاشتید، این هم یکی از خرافات است، این هم یکی از شرکیات است، اونا را کنده پرتوید.
پرتافتیش هم نه پرتاش، توانی آتشش بزن باز ثواب میگیری، بسیار خوب میشود. زیرا اینا از شرکیاتن، اینا از خرافاتن، اینا در باور نکنید هیچگاه، اینا از اسلام نیستند. السلام علیکم دام الله حاج.